7 جنایت هولناک در دنیا که شنیدن اونها ممکنه برای شما باور نکردنی باشه، اما این جنایت وحشتناک در تاریخ وجود دارند و حتی به گفته برخی این جنایت عجیب و غریب به ذهن هیچ کس خطور هم نمی‌کنه. همونطور که تو قسمت اول گفتم، شاید برای شما هم مثل خیلی از افراد دیگه قاتل‌ها انسان‌هایی با عادت‌های عجیب غریب باشن که تمایلات و سلیقه‌های خاصی دارن، ولی واقعیت امر کاملاً با تصورات من و شما فرق می‌کنه، چون عملاً از هر قشر و شخصیتی میشه یک جنایتکار و قاتل مثال زد. اصلاً بعضی از این قاتل‌ها انقدر زندگی معمولی و نرمالی دارن که حتی اعضای خانواده‌شون هم از شنیدن خبر جنایاتشون شوکه میشن. حتی بعضی از این قاتل‌های سریالی که بدن قربانیان رو تکه تکه میکردن و یا به طرز وحشیانه اونها رو شکنجه میکردن، نسبت به افراد خانواده‌شون خیلی با محبت و احساسی بودن. امروز میخوام راجع به پرونده خواهران پاپن صحبت کنم. نام اونها کریستیان و لئا پاپن بود که در تاریخ 2 فوریه 1933 اونها یکی از وحشتناکترین قتل‌های تاریخ فرانسه رو انجام دادند. کریستیان پاپن 27 ساله و خواهرش لئا پاپن 21 ساله بود که در سال 1926 به عنوان خدمتکار در خانه یک وکیل بازنشسته کار می‌کردند. اونها خونه فقیرانه خودشون رو به قصد کار و زندگی در عمارت رنه ترک کردند. کریستیان و خواهرش لئا با حقوقی ناچیز، کار بیش از حد و تحت آزارهای جسمی مداوم روزی 14 ساعت به سختی کار می‌کردند. این در حالی بود که تنها 12 ساعت در هفته به اونها مرخصی داده می‌شد. طبق گزارش‌ها این دو خواهر همیشه رفتارهای عجیبی داشتند و بجز همدیگه خیلی کم با دیگران صحبت می‌کردند و اونها همیشه کارشون رو با دقت و سرعت انجام می‌دادند و این باعث شده بود که 7 سال به عنوان خدمتکار در خانه رنه باشند. این اتفاق وحشتناک در یک شب بارانی از ماه فوریه سال 1933 اتفاق افتاد. مادر و دختر پس از یک سفر قرار بود مستقیما به خونه برادر لئونی برند، جایی که رنه با اونها ملاقات کرد. رنه هر چقدر منتظر همسر و دخترش میمونه خبری از اونها نمیشه، پس تصمیم میگیره به دنبالشون بره. رنه در بازگشت به خانه چراغ‌ها رو خاموش و در رو قفل شده یافت، در حالی که خانواده‌اش داخل خونه بودند. پلیس‌های محلی به کمک اون اومده و در رو باز کردند. همگی در مقابل صحنه وحشتناکی که با اون روبرو شدند خشکشون زد. بدن‌های از شکل افتاده خانم لنسلین و ژنویو بیرون از اتاق‌هاشون در حالی که صورت‌های اونها در اثر ضربات متعدد له شده بود روی زمین قرار داشت. چشمان هر دو قربانی از حدقه درآورده شده بود و چهره‌های سلاخی شدهشون قابل تشخیص نبود. پلیس به سرعت به سمت اتاق زیر شیروانی میره و دو خواهر کریستیان و لئا رو در حالی که برهنه روی تخت زیر شیروانیشون دراز کشیده شده بودند رو پیدا میکنه. چکشی خونی که موهای گره خورده به اونها چسبیده بود روی صندلی کنار اونها قرار داشت. هر دو خواهر در کمال آرامش به قتل اعتراف کردند. و جمله‌ای که کریستیان گفت این بود: اینجا یا جای ما بود یا جای اون. کریستیان به پلیس ها توضیح داد که خانم لنسلین بعد از اینکه برق در اثر اشتباه اونها در اتصال اتوی خراب قطع شده بود،
دو خواهر را مورد ضرب و شتم قرار داد و بعد توضیح داد که چگونه ظرف فلزی رو برداشته و با اون ضربه‌ای به سر خانم خونه زده بوده. وقتی که ژنویو دختر خانم لنسلین میدوه تا مادرش رو نجات بده، کریستیان فریاد میکشه که من اینها رو تکه تکه خواهم کرد. وقتی که لئا از اتاق زیر شیروانی خودش به سرعت خود رو برای پیوستن به درگیری به محل حادثه میرسونه، کریستیان به ژنویو حمله ور شده و چشمان اون رو از حدقه در آورده. یکی از چشمها بعداً در زیر بدن اون و دیگری در حالی پیدا شد که از پله ها پایین افتاده بود. در حالی که لئا به خانم لنسلین حمله میکنه، کریستیان داد میزنه که سرشو بکوب به زمین و لهش کن و چشمهاشو از حدقه در بیار. اون این کارو میکنه و چشمها بعدتر در میان روسری پیچیده شده دور گردن خانم لنسلین پیدا میشه. در حالی که دو زن از وحشت جیغ میزدن، کریستیان به طرف آشپزخونه میره و با یه چکش سنگین و یه چاقوی گوشت خرد کنی برمیگرده. پلیس خواهران رو دستگیر میکنه و اونها رو به بازداشتگاه میبره. وقتی پلیس خواهران رو از هم جدا میکنه، کریستیان پریشان میشه و شلوغ‌کاری‌های مضطربانه ای رو به راه میندازه. سرانجام مسئولین اجازه ملاقات خواهران رو صادر میکنن. پرونده وحشتناک خواهران پاپن وقتی روشنفکران اون زمان استدلال میکردن که این قتل‌ها مظهر مبارزه طبقاتی مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت و اونها به طرز قابل توجهی به حمایت از این دو پرداختند. بعدها داستان واقعی خواهران پاپن به شکل یک فیلم سینمایی به اسم انگل ساخته میشه و اونها حمایت خودشون رو از این دو خواهر به این شکل نشون میدن.